سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. ما چون هر وقت از گزارش‌ها در فوتبال وطن شروع میکنیم. در مورد کاری ترانسفرهای فوتبال وطنی به طور کوتاه میتوان گفت که استقلال 6 بازیگر نو شامل دسته نمود. کوکتاش همچنین با 6 بازیگر شرطنامه امضا کرد. حاصلات بعد جواب دادن 15 نفر 9 نفری دیگر آورد. برای فیضکند باشد 3 نفری نو بسندگی کرد. رگر تاداس 6 بازیگری نو آورد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد صاحب 7 فوتبال بازی نو گردید. قتلان با 2 نفری نو شامل میدان می شود. اسخاتا 4 بازیگری نو دعوت کرد. روشنی کلوب 4 بازیگری نو از بازار یافت و خوجند 7 چهره نو را خودی کرد. در مورد گزارش های انجام داده دسته‌های لیگ عالی باشد پرراتر بعداً خواهیم گفت. در قیاس به رفزنه تابستانی دیگر این نوبت وقتی گپسری ترانسفرهای خارج ما فقط و فقط از تیم‌های عربی نام میبریم، زیرا شماره بازیگران میرفتگی به نیم جزیره کلانترین عربی بهر پول و فوتبال به مراتب زیاد است. بازیگران اروپایی تیم‌های یورو حتی تیارند که دسته عربیان را هم در اروپا یک طرف گذارند و روند. یکی از آنها آلان سن مکسیمین است که نیوکاسل یونایتد عربی و لیگ قهرمان‌های اویفا را یک طرف گذاشت و به چمپیونات عربستانی سعودی شتافت. نیوکاسل باشد از رفتن بازیگرش به جانب الاهلی برای عوض 23 میلیون پوند به دست آورد. الاهلی باشد درو با بازیگر فرانسوی شرطنامه تا سال 2026 نوشته کرد. بازیگر فرانسوی باشد در 124 بازی زاغان 13 گل و 21 پرتافت گلی با آمار گرفته است. بر زمین نیوکاسل یونایتد بر عوض 400,000 پوند استرلینگ کار دارلو را به لیدز یونایتد فروخت. دروازه‌بان 32 ساله نیز شرطنامه 3 ساله نوشت. خلاص که ارتباط ترانسفری میان عربیان و انگلیس ها در مسئله ترانسفرها چون ریزش باران در بهاران و بارش برف در زمستان ادامه دارد. تیم دیگر انگلیسی با نام فولخم باشد با ارزش 22.5 میلیون یورو از آیاکس دفاعگر منتخب نیجریه کلوین باسی را خرید. فوتبال بازی 23 ساله منتخب نیجریه بعد آنی که با بهانه فوتبال تمام هلند را گشت و گذار نمود، از این پس به مثال ورزشگران برخی از کشورها در بریتانیای کبیر تا سال 2027 تمام جا را می‌گردد. نفری دیگری که در برابر سن مکسیمین به خاطر پول‌های عربی لیگ بهترین جهان را یک طرف گذاشت و حتی با گواردیولا ادامه همکاری نخواست، ریاد محرز است که از من سیتی به الاهلی گذشت. تیم الاهلی بعد آوردن محرز و سن مکسیمین همچنین فیرمینیو و ادوارد مندی را در صف خویش دارد. دسته علاقه با 4 بازیگر پریمیر لیگ انگلیس در موسم جدید برای دلها دسته دردی سر می شود. بازیگر الجزایری در صف منچستر سیتی بعد گزارش از لستر سیتی در سال 2018 5 سال گذرانیده در این فرصت 236 بازی گذرانید، 78 گل زد و 59 پرتافت گلی ارسالی همدستگان نمود. در صف سیتی محرز صاحب 11 جایزه از زمره پیروزی در لیگ چمپیون ها و 4 قهرمانی در پریمیر لیگ انگلیا به دست آورد. اطلاع داده می شد که من سیتی از تیم سعودی 35 میلیون یورو جمع علاوه پولی بهر بازیگری 32 ساله گرفته. خود محرز باشد با الاهلی شرطنامه مهلتش تا سال 2027 نوشته کرد. محرز هم به نظرم کاری درست کرد، زیرا بعد آنی که در صف سیتی از تمام جایزه ها سیر شد اکنون باشد از گرفتن پول نیز سیر و پر می شود. بعد آنی که تیم الاهلی 4 درویش فوتبالی از چمپیونات انگلیا را اهلانه در یک تیم سرجم نمود، الاتفاق باشد سابق سروان لیورپول و پیشوای فعلی این تیم را یک پیراهن پوشانید. با قول دیگر بگوییم جردن هندرسون بعد 12 سالی برآمد در لیورپول به الاتفاق پیوست. گزارش هندرسون با ارزش قریب 12 میلیون پوند استرلینگ جمع علاوه پولی ها به چمپیونات عربستان سعودی تصدیق شده. در سطح الاتفاق جردن شرطنامه با معاش 700,000 پوند در یک هفته به دست خواهد آورد.
نقش کلیدی در گزارش بازیگر 33 ساله به عربستان سعودی، نفری دستان لیورپول و عین حال سرمربی دسته الاتفاق استیون جرارد بازیده است. همین طریق هندرسون دسته لیورپول را بعد 12 موسم ترک می‌کند. در مسیر این مدت جردن 492 بازی گذرانیده 33 گل به ثمر رسانید. تنها جیمی کاراگر و جرارد بیشتر از او در پریمیر لیگ انگلیا در صف تیم از شهر لیورپول به میدان آمدند. در مسیر 12 موسم هندرسون با لیورپول غالب پریمیر لیگ، جام انگلیا، 2 جام لیگ، لیگ چمپیون ها و سوپر جام انگلیا، سوپر جام اروپا و چمپیونات باشگاهی جهان گردیده است. ولی این همه مالی تاریخ شد و از این بعد هندرسون و جرارد در فوتبال آسیا نام برآوردنی‌اند. بعد از اینکه تیم‌های عربی حتی پیشوایان دسته‌های انگلیسی را خریداری کردند، تیم الاتحاد همچنین فابینیو را بر عوض 40 میلیون پوند استرلینگ خریداری کرد و شرطنامه مهلتش تا سال 2026 امضا کرد. برزیلی 29 ساله که در تیم پریمیر لیگ انگلیا 5 موسم گذرانید و 6 جایزه از جمله پیروزی در لیگ چمپیون ها و چمپیونات انگلیا را مال خود کرد. از این پس در چمپیونات عربستان سعودی با همراهی بنزما و کانته از یک گریبان سر برآورده به دفاع تیم‌های عربی شروع می‌کنند. در اسپانیا باشد هرچند سابق بازیگران بارسا زیاد به ملک عرب رفتند، ولی از خود بارسلونا تا حال کسی به شرق نزدیک نرفته است. بارسا باشد این نوبت نیکو گونسالز را به پورتو بر عوض 8.4 میلیون یورو فروخت و همچنین 40% حجم مبلغ فروش میانبرده‌ی بازیگر را هم مالک می شود. ارزش میانبرده‌ی بازیگر باشد در حجم 60 میلیون یورو مقرر گردیده. تا آخر ماه یونی سال 25 او را بر عوض 30 میلیون یورو فروخته به بارسا می توانند. همچنین از بارسا الکس کالیادا و بیتیس به پول گزارش انجام داده کاتالانی ها 20% مبلغ فروش میانبرده‌ی بازیگر را به دست می‌آورند. کالیادای 24 ساله موسم قبلی در اجاره در الچه گذرانیده بعد دلخنک شدن از رفتار مربیان بارسا و بیتیس رفت تا یگان مورد خود برای دسته خوی نمایشی مهارت کند. بارسلونا اگر از 2 بازیگر جوان خلاصی یافت، ریال مادرید باشد تنها رافا مارینی 21 ساله را به اجاره یک موسم به آلاوس روانه نمود. بازیگر 21 ساله امکانی برآمد در لالیگا را دارد، زیرا تا این دم او در دیویزیون سوم اسپانی در کاستیلیا برآمد می‌کرد. در ایتالیا باشد این نوبت میلان به بازار اسپانی چشم دوخت و از ویلیاریال ساموئل چوکوزه را با نرخ 20.8 میلیون یورو خریداری کرد و با بازیگر نیگریایی شرطنامه 5 ساله بست. در موسم قبلی ساموئل 13 گل و 10 پرتافت گلی در 50 بازی ویلیاریال به آمار گرفته. از این پس بهره گرفتن اسکودتو تلاش میکند. بازیگر 24 ساله در تیم نوش تحت رقم 21 برآمد نموده. در صورت گلزنی بیشتر و الکی در نبود زلاتان ابراهیموویچ میتواند در شهر میلان شف یگان تنکوچه شود. رومای مورینیو باشد تا حال از خریداری دفاعگران سیر نشده است، زیرا اتوبوس ژوزه تا حال به پرگی از تعمیر کاپیتالی نبرآمده است. از این رو دفاعگر 22 ساله منتخب ایالات متحده آمریکا از وسترلای بلژیوی برایان رینولدز بر عوض 3.5 میلیون یورو خریداری گردید. در صورت فروش من بعد بلژیوی ها 25% مبلغ گزارش را صاحب می کنند. بر ضمن آوردن دفاعگر روما باز یک بار دیگر حمله‌ور منتخب ازبکستان الدار شامورادوف را به اجاره به کالیاری روان کرد. دسته نوی شاما باشد بهره آوردن بازیگر همسایه کشور 1 میلیون یورو خرج کرد و باز بر عوض 9 میلیون میتواند الدار را خودی کند. در وقت اجاره باشد ریمی ها 50% حجم معاش بازیگر را پرداخت میکنند. یادداشت میکنیم که شامورادوف به صف روم از جنوا سال 21 گزارش نموده نیمه دیوم موسم قبلی را در اجاره در صف اسپتزیا گذرانید و در 16 بازی سری آ 1 گل زد، ولی با وجود این تا حال در چمپیونات ایتالیا بازی میکند. و مثال یک خیل بازیگرانی که در 6 ماه شرطنامه‌ای 5 ماهش را در کرسی احتیاطی میگذرانند و بعدا راست به خانه گسیل میشوند.